با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین خوشحالیم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه باغ سبز از کانال هراتبرگ. دوستای نازنین کانال هراتبرگ سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، همون زنگولگه کلم فشار بدیم. طوری که شما مشاهده میکنید این منطقه به نام منطقه چارخونه که مربوط به اورسولی انجیل میشه، یعنی پل هاشمی. دوستای نازنین همراه ما باشیم، میریم صحبت‌های از این مردم گوش میکنیم که سعی کنیم مشکلات ها و کاروبارها از این مردم چیه. تشکر. دوستای نازنین برنامه باغ سبز ادامه برنامه نام خدا سعی کنید که کارا اشتر راحت شده. هر روزی که تکنولوژی آماده سعی کنید که جلو کمر یک شخص شل میشد یا شفتل داره میکرد یا گندم یا سبس یا بالاخره غیره. حالا سعی کنید که به یک دقیقه شاید 3 جریب پارنگ زنم. لالا مونده نباشیم. مونده نباشیم. بخیر. هوا شما خوبه؟ بخیر. سلامت باشین، زنده باشین. سلامت باشین. ایکو اول بگین که چه ریگ از سبوکه؟ این واسه قداری دیونده از چو ازی بیده دستی ازی. آها بسیار خوب. این چیزی گفته میشه؟ این قداره گفته میشه برو. قداره؟ بله. آها بسیار خوب. بله. این یعنی این منگالی نی ها؟ نه. خب این قداره بفهمید. خیلی تیز هم است. این اصلا نه تیز میشه نیست کدای خود به خود هر چی درو کنی خود تیز میشه. تستر میشه. تستر میشه بله. ماشاءالله. این کی جور کرده ای؟ این به حساب ساخت ایرانه. از ایران آورده. بله. بسیار خوب. راحت‌تر دیگه از خیلی به جام منگول کاس باز زنی زنی درو کنه ببینید این کاس میت قدرا سروز که نمیشه مقبول درو میشه. خب این روزی هم بوده باشه یک دمی یا کفتر به هوا بوده یا کاغذباد بوده. یک دم سعی کردیم که بزنیم یک لنگ خورقلم کردیم. نه دیگه تو که لنگ آدم قدم شو که درو کرد آدم نمیتونه. باز هوش شدم کار آدم باشه. خب یعنی کاغذباد نیه به هوا. نه دیگه. کفترا چی؟ کفتر هم نیه برو من. مثلا اگه اونجا که کشم پولار باد ببرد او هم صحیح نمیکنه. نه دیگه او هم صحیح نمیکنه. ماشاءالله بسیار خوب. خیلی جالبه. خیلی ما به دیو دیگه برفتیم این چیزا ندیدیم. بعض دیو نیه، بعض دیو همین منگولاه بفهمیدین. انا این منطقه چهار اطراف مقاس همین قدروه. بسیار خوب. بسیار خوب. خب خوشحال شدیم از اینکه شما دیدیم. گپ بزنیم امسال چی رقم وضع کشتمندی؟ والله شکر خوبه. رزی است؟ رزیم بله. شفتال است، گندم است، او هم الهی شکر است. بارندگی کرده او است. الهی شکر. این سب شفتاله خود شما بله. خب اینا رو برای چی پارنگ میزنیم؟ اینا برای گواه جمع. خب او سه چرخ هم پر کردیم. او سه چرخ هم پر کرده میبریم برای گواه. چند تا گو داریم؟ 7-8 تا هست. خب شیریه یا شیری هم هست، گوساله کردی هم هست. همینه. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. اگر ما این خود شما کمک کنیم. خیلی بینید دست شما درد نکنه. خونه و با دست شما درد نکنه. زنده باشین. اگه شما به طرف ما میرین خیلی باشین، سلامت باشیم. خیلی خوشحال میریم، خوشحال میشین. تشکر. تیار خوشحال باشین. زنده باشین. بخیر باشین. دوستای نازنین برنامه باغ سبز ادامه داره، همراه ما باشید. دوستای نازنین بازم سلام دارم به خدمت شما. خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. دوستای نازنین طوری که شما مشاهده میکنین در کنار جناب محترم حاجی ارباب صاحب این قریه هستیم. از زبان خود از اینا میشنویم نام مبارک از اینا. حاجی ارباب صاحب اول سلام داریم به خدمت شما، بعد نام شریف خود بگیم. سلامت باشیم، زنده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی دوی جان ارباب قریه چارخانه ولد حاجی عبدالحکیم از مقیم قریه چارخانه ولسوالی انجی. بسیار خوب. خب این بگیم که حاجی ارباب صاحب چی مدت میشه که مسئولیت از این قریه به دوش شمونه؟ یعنی امسال فکر کنم 4 سال میشه. 4 سال. قبلا کی بودن؟ قبلا هم چند وقت به نام عبدالمجید خان بوده، با در خود ارباب نادر خان و قریه رزش شو. به خاطر که چارخانه و قریه رزش مشترکه، زمین ما مشترکه و خود ما مشترک، ارباب ما مشترک بود. با تعداد فامیل قریه چارخانه زیاد شو. برادر دیدم از ما خواهش کردن مگر شما استاشی. بسیار خوب. ما گفتم شاید حساب میراثی باشه، شما می حساب بیم. بسیار خوب. حاجی ارباب صاحب بگیم که
همسایات دیوارا به شما معاش مخصوصی میدم یا مو قله که قانون اربابیه؟ یعنی سابق که بود اربابات قله میدادن. ایجی پی ما چند سال اربابی کرد، به هر جریب زمینی نیم من یک منگنومی بس نمیکردم اربابا میدادن. ولی شاید 17 سال میشه به بیشتر قریه ها حال تنخواه به اربابا نمیدن. اربابا فی سبیل الله اربابی میکنن. خب وقتی که شما می خدمت میکنیم یک شخصی یک اسناد داره میاره، شما باید مجبوری که به پیش شما مر میکنیم. اگه پول نده چیکار میشه؟ دیگه انال اسناد تا اسناده. اگه اسنادی بود که فی سبیل الله ما فی سبیل الله برای خیر میریم راه میریم. دیگر با مردوی ندم شرطی. با کسایی که تاجر ماجری باشه اونا بیا از بی پول نی اونا را میرم نی ما را میریم. خب دستاوردهایی که شما از حکومت قبلی داشتیم، چون امارت اسلامی تازه آمدم، از اینا گلی هم نیه، توقعی هم نیه، چون بزین مدت کم نمیشه که به هر قریه، به هر سرکی، به هر جای مکانی اونا حتما برم نظر بندازونم، توجه بکنم. از دولت قبلی دستاوردهایی که شما داشتیم به همکاری شما چی شده؟ بزی منطقه چی ساخته شده؟ مکتب، کلینیک، پل پلچک، اسفارت، برق. مکتب هم باشد به همبستگی ما جور کردن که به نام قریه شریف آباد، قریه قوم هزاریه و ارباب در هم کار مونه. اونا یک مکتب دست جمعی درست کردیم، با مجتمع درست کردیم از دولت قبلی. جاده ها خود درست کردیم. برق و سابق آماده تقریبا 10 سال میشه ما برق داریم. کارهای خوب شد به دولت. خوشحال شدیم. سلامت باشه. خواهش شما، پیام شما، میکروفون کامرا به خدمت شما نه، از مردم، از برادرای امارت اسلامی چیه؟ حالا از مردم که خداوند اینا تیار خوشحال داشته باشه، بیچاره اغزر تبینه اینا داره که ما از اونا خواهشی بکنیم. همیشه کدوم هر کدوم خود خور باشه شیر مادر اینا. امارات هم خدا اونا رو زنده داشته باشه، خیلی خیلی امنیت لوکس برابری آورده. یعنی ما هیچ وقت هیچ جوانی به سکل نمازگر نمیتونه از شهر بده خوبیه. همه هم کاروبار داشتم. حالا اگه دیشه خود ما 12 بشه اومدم. شکر هیچ گپی نیست. امارات خیلی به ما رسیدگی خوب برابری داره. خدا اینا تیار و خوشحال و موفق داشته باشه. زنده باشیم. همچنین دعا میکنیم. قربان شما. تشکر از ارباب صاحب، از شما خیر ببینیم. خوشحال شدیم که ما رو دعوت کردیم. تشکر از لطف شما. خداوند شما رو 1000 سال دیگه عمر بده. هر آرزویی هم که به دل داریم همیشه موفق باشیم. خدای پاک آرزوها رو برای شما بده. دوستای نازنین، برنامه ادامه داره، منتها ما یک لیوان چای زعفرون جاش ما سبز نوش جان میکنیم و از این خانه بیرون میشیم که دیگه هم دوستا هستم سوالا و جوابایی داریم که سعی کنیم چی گپای و وضع منطقه اشتن کاروبار مردم چی رقمه. از شما خواهش میکنیم به غریبه نرین دیگه، گردن ما بند، امرای ما باشیم. دوستای نازنین، در کنار یک برادری هستیم که واقعا یک اسب زیبای مقبول خوشگلی دارم. اینا رفتار از اینا به شکل یک تیاره. تصویر حال مشاهده کردیم یا مشاهده میکنیم. انشالله انا سعی کنیم که نام خدا این اسب چقدر رفتار در اندازه یک کوریزین گیرا میره. لالا جان سلام. سلام علیکم لالا. سعد شما خوب بخیر؟ سعدمنده. قربان شما. نام شریف شما؟ محمد از ولایت ایراد ریسری اینجی. بسیار خوب، زنده باشیم، سلامت باشیم. گپ بزنین که اسب از شما نه دیگه کس؟ از ما نه ولی. خب چند دونه داریم از اسبا؟ 2 دونه. خب او هم همین رنگ سفید؟ فقط همین رنگ ولی. خب اینا گپ بزنین که از کجا بیاوردیم اینا؟ اینا دیگه خریداری کردیم از ایراد، همین تا شوق داشتیم به خاطر همین ساعتیری خود. یعنی از ولایت ها نآوردیم؟ نه ولی. از اولسوالیا خریدیم؟ ولی ایر از اولسوالی پشت زرغون آوردیم، یک کوبیت کار دست خودمونه. خب این به چند دستوندیم؟ این 160,000. 160,000. خب چکار شد که یک دفعه شما عشق شما به بالای اسب افتاد؟ چون به 160,000 به شما خوب متر. دیگه این تو چیزی هست که ما از اون پیار رو بگو همین شوق اسیری داره.
از اون پیار ما با ما میراث مونده ده که تا ما لگمی فعلا نکو همین تو شیر خیر داره. خب پس چرا شما اینا رو جمع نمیکنین بخو مثلا جوجه گیری نمیکنین که نرم از این بر نخریم؟ دیگه همین تا پیر میشم دیگه اینا هم باز همین تو سعی میکنه هر جا نمی باشه و پیدا میکنن دیگه برای خب. اسم از چیه؟ کبوته. بسیار خوب. خب ایت تال سرعت از این معلومات بگرفتیم. سرعت از این ولی 55 تا راه میره. بیشتر نمیره؟ نه دیگه ایوان توانی بیشتر دیگه. به اسوارد حیوانا بیشتر راه میره یا به خومه؟ این حیوانا که هست و خومه بیتره. چرا مثلا؟ به خاطر از این اسوارد سخت اینا هم که به اسوارد ای کنه نه از اینا دیده میشکنه. لخشک نمیشه. بله لخشک میزنه به اسوارد. بسیار خوب. خب بنینده میگم بیشتر وقت ما نگیریم. خوش دارم که یک رفتار از این اسب شما ببینم. باشه چشم. کدو برمیریم بخیر؟ همین میرم همین از این سرک در مونده نباشیم ما اجازه هست؟ ای بابا شما خوب بسیار خوب باشه من کمشا خور بیری کنم که آماده بسیار خوش آماده. وا بیننده‌های عزیز جا شما خیلی سبز بیننده‌های عزیز جا شما خیلی سبز سعی کنید که انگار کنید که ما به سر برجا چیزیم. خب ماما جان نام شریف شما؟ عبدالعزیز. خب رجوش. بسیار خوب. انجیل. بسیار اینجا رزشک ها؟ انجیل رجوش ولی و جمع چهار خونه هم میگه. آها خب بله. بسیار خوب. گپ بزنید که ماما جان این شفتالار به کجا میبرید؟ اینا رو میبریم به گوا. خوب به گوا؟ بله. خب چند تا گو داری؟ یک 6-7 تا گو گوسفند داریم دیگه. خب شیریه؟ یک شیری داریم گو شیری دیگه. گوسفند هم داریم؟ گوسفند هست 4 تایی داریم. خب بسیار خوب خدای پاک به شما بیشتر بده. ماما جان گپ بزنید که چند جریب زمین داریم گندم و شفتال و سبز؟ تقریبا 10 جریب های شما شفتال سبز گندم هست دیگه. همین دو پل کمی تو طول دارم نشون میره دیگه بالا تا گندم مندم تا با پل مالون ماشاءالله. خدای پاک برای یک قبی به خوب همه مسلمانا بده. ما که خدایی خوشحال میشم. من شخصا خوشحال میشم. خب زنده باشی ماما جان. یک وقتی خدای نکرده خدای روز نکنه می صاحب سچرخ ریز دم هر دو نفر من برای کنم به شما خونه کاری نمیکنم که تاون مرمگرم شما بدین گردن من بعد من 20 روپیه میدم. گردن من به کسی من 1 روپیه نیه. خب من 20 میدم. خب ماما جان بیننده میگم یک آهنگ ماما 4 بیتی بخونم. یار نه خوندم بازم این بچا خواهش کردم میخونم. چک به افتخار ماما. بریم بخیر. بشینیم که دم ما الهی
آمد به نامد یا محمد، بیای مکه مقامد یا محمد. تماس دفتری پیغمبرانیم، به چارم من غلامت یا محمد. محمد میره زینه به زینه، محمد میره رو بر مدینه. آخ محمد میروم قرآن بخوانیم، فرشته ها همه دستم به سینه. ای آخ ز هجرانت عزیزی من همیشه چشمی تر دارم، نعمت تو بی تو می آید نی از حالت خبر دارم. و من میگم چطور رنگت خزان گشته، نمیدانم عزیزی با سفر دارم. خوبه؟ انال که دست عزیز دیگه امشو بر لد بخوره میفهمی که به سفر کینه. میفهمی به سفر کینه. بیبی ما به سفره. بیبی ما خود کردیدم به سفر. خوب گردن ما بند باشه بینندای عزیز ماما خوب. به سفر داریم که 4 سال. نه خور بزو در نزنیم ماما. نه خور بزو در روش کنیم نزنیم بینندای عزیز. هدف از اینا گل دارم بچی آدم گل آدمه. اگه شما هدف ندارین بیبی متوجه باشیم که اینا بدون پول ما هم شما خسرونی بیایم. جور و سعادتمند باشیم. پیارم تشکر از لطف شما، خیر بینیم. زنده باشیم، بسیار خوش آمدیم. زنده باشیم، سلامت باشیم. ماما جان بریم شو خود شما خودی ما بریم شو، ما خود شما بریم چیکار کنیم؟ شو بفرمایید که بریم خود شما برای گوشت مرغ کو. زنده باشیم، همه چیز هست تیار و خوشحال باشیم. سلامت باشیم. میگن آجی کوکو ماما نه برادر بس که جوانه اینجا هم بر اینجا هر جا که بر اینجا. تشکر. ما خوشحال شدیم که شما به اینجا آمدید. همچنین ماما. خیر بینین، تشکر. سلامت باشیم. بینندای عزیز برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. خدا کنه کانال بتونیم تاشیم. شما کمک کنیم. امیت تاشم نمیفتم ماما. دوستای نازنین خدا کنه که از این برنامه لذت کافی را برده باشیم. دوستای نازنین برنامه باغ سبز بود که خدمت شما تقدیم شد. تا به فردا شب که جا دیگه نریم بینندای عزیز، شما میگم جای نریم، ما میریم خیر به یک قری دیگه. تا به فردا شب شما به الله پاک میسپریم. سابسکرایب حیات شما نره، زبون مشال شد. اما زنگولگا کردم فشار بدیم. خیر ببینید نمایشنامه ویدیو ما تمام اینا رو میتونید شما مشاهده کنیم. تشکر میکنیم از جرباب صاحب این منطقه، از تمام مردم از این منطقه که از صبح زحمت کشیدم. واقعا مردم شریف خوبی بدم. تا به فردا شب خدا حافظ و نگهدار شما.